در ازبکستان مسابقات جام آسیا بین دسته‌های جوانان آغاز یافت. بازی دور اول بین اردن و تاجیکستان از حادثه سر شد که میتواند در تاریخ فوتبال شامل شود. الکی در ثانیه پنجم بازی بازیگر دسته اردن قلبونه با پایش به سر نیمه‌وقتگر دسته تاجیکستان مهربان کریموف چنان سخت ضربه زد که این ضربه بیشتر خاص ورزش‌های چون کاراته یا کیک باکسینگ بود، نه فوتبال. مهربان از چنین ضربه ناگهانی از پای افتاد. داور اساسی بازی ایجایبش کارد سرخ را بیرون کشیده بازیگر اردن را که خود را به نادانی میزد از میدان راند. این میتواند زودترین کارد سرخ در تاریخ فوتبال باشد. متاسفانه از میدان راندن بازیگر حریف به تیم تاجیکستان کمک نکرد. آنها نتوانستند حتی با 10 بازیگر حریف بازی درست انجام بدهند و با حساب 0-2 شکست خوردند. بعد این مغلوبیت مخلصان تاجیک طلب دارند که سرمربی تیم جوانان تاجیکستان الک کوبرایف را که از بلاروس آورده شده است بلافاصله جواب دهند و علدین توردیف را که تحت رهبری او تیم جوانان به موفقیت ها دست یافته بود به رهبری تیم برگردانند. مخلصان کوبرایف را نه فقط به آن ابدار میکنند که فوتبال بازان را در میدان درست جابجا و راهنمایی کردن نتوانست، بلکه بسیاری از ستاره های جوان فوتبال تاجیک را به صف تیم ملی راه نداد، از جمله خسرو طاهرов. همگی چند روز بعد آنکه کوبرایف او را به هیئت تیم جوانان نگرفت با دسته آوازه‌دار شختیار از دنسک قرارداد بست. خود کوبرایف در نشست خبریش شکست تیمش در بازی با اردن را عیب دسته حریف دانسته و گفت آنها میخواستند با شیوه عکس الحمله بازی کنند، ولی تیم اردو با یک شیوه کاملا متفاوت بازی وادارشان کرده است. ضمناً مخلصان تاجیک در تاشکند از سطح آمادگی به جام آسیا نیز شکایت داشتند. آنها به شورای تلویزیون ورزش بابا خالمروزاده شکایت کردند که در کاسا به آسانی چپته خریدن نتوانستند. همین طور هنگام ورود به ورزشگاه مخلصان را مجبور میکردند تا در لباس تد خود لگتیپ شرکت‌های مشهور لباس ورزشی را با اسکاچ بپوشانند. گفته می شود دلیل این با یک شرکت نچندان مشهور لباس ورزشی قرارداد بستن کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.